ساعت وقتی پرگار سوده هست بینندگان عزیز و چون همیشه در همین وقت من برای شما خبرهای تازه تاجیکستان و جهان رو میگم و خاطررسان میکنم که همه شما از آن رو 3 ساعت پس در همین جا در برنامه خبری منتظر خواهیم بود و امیدوارم شما رو در برنامه خواهیم داشت. شرکت برشنوی افغانستان میگوید تاجیکستان اعلان آمادگی کرده است که صادرات برق خود را به افغانستان دوباره آغاز میکند. مجتبی هوشمند مشاور برنامه‌های شرکت برشنو روز شنبه در یک نشست خبری گفت جانب تاجیکستان هفته گذشته وعده داده است که صادرات برق خود را به افغانستان عادی می‌سازد. حکومت تاجیکستان در آخر ماه ایول اعلان کرد که در پی شدیداً کم شدن سطح آب در آبانبار نورک مجبور شده است صادرات برق را به خارجه از جمله به افغانستان کاهش بدهد. در پی این تصمیم حکومت شرکت برشنو گفته بود تاجیکستان صادرات برق را به افغانستان تا 90% کم کرده است. مجتبی هوشمند افزود اکنون تاجیکستان برای صادرات کامل 150 مگاوات برق اعلان آمادگی کرده است. مسئولین شرکت برق تاجیک تا حال درباره دوباره آغاز کردن انتقال برق به افغانستان رسما اظهار نظر نکردند. دفتر مطبوعاتی شرکت روز 7 سپتامبر به رادیو زوده گفت بعد از دقیق کردن مسئله صحبت میکنند. شرکت برشنوی افغانستان در حال از انتقال دوباره برق تاجیکستان به این کشور میگوید که هفته گذشته مقامات تاجیک از پر شدن آبانبار نورک خبر دادند. وزیران دفاع تاجیکستان و هند مسئله همکاری‌های نظامی میان دو کشور را بررسی کردند. رسانه‌های هندی روز 6 سپتامبر خبر دادند که این موضوع در ملاقات شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان و همتای هندیش راجناس سینگ در مسکو در حوزه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای صورت گرفته است. وزیر دفاع هند ملاقات با همتای تاجیکش را با ثمر گفته است. هند سال‌های اخیر در تقویت ارتش تاجیکستان و مسلح کردن آن کمک می‌رساند. فرودگاه نظامی عینی در کنار دوشنبه را هند با خرج بیش از 70 میلیون تعمیر و نوسازی کرده است. هند همچنین در تاجیکستان یک بیمارستان نظامی ساخته است. در گذشته شماری از نظامیان تاجیک در هندوستان تمرین دیدند. سامانه اخبارکام با نشر یک ویدیو از مناقشه گروهی موجودان تاجیک در نوسیبیرسک خبر می‌دهد. در ویدیو دیده می‌شود گروهی جوانانی که رویشان را با نقاب‌های طبی بستند و کلتک در دست دارند به چند نفر دیگر حمله و آنها را لطوکوب می‌کنند. تفصیلات دیگری این زن و زنی تا هنوز در دست نیست. در همین حال در ولایت ختلون دادگاه انور سعدالله‌یف را با جرم کشتاری وحشیانه در روسیه به حبس 1 عمری محکوم نمود. دستور کلی تاجیکستان می‌گوید نامبرده 3 سال پیش در یکاترینبورگ یک هموطن خود را طریق بوغی کردن به قتل رسانده است. بعد این سعدالله‌یف با مقصد رویپوش کردن از جنایتش با یک اسباب تیز اعضاهای بدن جسد را به قسمت‌ها جدا و در برخالته‌های پلی اتیلنی جای می‌کند. یک روز بعد از این کشتاری وحشیانه انور سعدالله‌یف از شهر یکاترینبورگ به دوشنبه برگشته دیگر به روسیه نرفته است. در ولایت مری ترکمنستان در نتیجه صدمه نقلیاتی 5 سرباز فوت دیده است. منابع میگویند فرمانده یک قسم نظامی سربازانش را برای پیسته چینی ارسال کرده بود. فرمانده قسم نظامی سرحدی در شهر سرحدآباد روز 2 سپتامبر سربازان را به نزدیکی مرز ترکمنستان با افغانستان به چیدن پیسته فرستاد. بیش از 30 سرباز پشت ماشین نوی اورال سوار شدند. در آن ماشین چپگردان شد و 5 تن از سربازان فوت دیدند خبر دادند منابع. سربازان باقی مانده با جراحت‌های وزنین از جمله شکستن دست و پا در بیمارخانه بستری شدند. رسانه‌های دیگری ترکمنستان می‌نویسند که در این حادثه 11 سرباز جان باخته است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده یک ساکن شهر دوشنبه را از خودکشی نجات داده است. این کمیته میگوید روز گذشته به آنها خبر داده شد که زن در نویه سینا قصد دارد از بالای پل ماشین گذر خود را به زمین هوا بدهد. نجات دهندگان به محل حادثه سفربر شده بعد صحبت طولانی این زن را از بلندی به پایین فرآوردند. معلوم شد که این زن 49 سال دارد. سبب‌های افسردگی او تحقیق می‌شود. همچنین کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت جسد راننده 57 ساله‌ای که 18 آگوست با ماشین مرسدس بنز با 4 مسافر در دریای ورزاب غرق شده بود پیدا شده است. نجات دهندگان قبلا جسد 2 مسافر این ماشین را از آب بیرون آورده بودند. جستجوی جسد 2 تن دیگر ادامه دارد. نوی پرزیدنتی کمیته بین‌المللی المپی میگوید تا 20 سال آینده صرف نظر از پاندمی کرونا ویروس در توکیو بازی‌های المپی دایر می‌شوند. جان کواتس که آهنگساز بازی‌های المپی توکیو در کمیته بین‌المللی المپی میباشد در صحبت با خبرنگاری فرانس پرس گفته است که درباره روز دقیق افتتاح المپیاد در پایتخت ژاپن و یا ژاپن حالا چیزی گفته نمیتواند. المپیاد توکیو میبایست تا 20 سال روان برپا میشد ولی سرعت سراسری کرونا ویروس باعث به تأخیر این جشنواره بزرگ ورزشی شد.
و بینندگان عزیز در پایان صحبت بار دیگر برای شما یادآور میشوم، چون میدانم که شما حالا زیاد در بانگام پخش شدن این صحبت درباره پروازهای دائمی و یا باز شدن مرزهای بین تاجیکستان و روسیه از ما میپرسید. باید بگم که در این زمینه هنوز یگان خبری نوی نیست و اگر شد حتما در نشرهای بعدی خبری و یا فردا یا پس فردا برای شما میگیم. تشکر که ما را تماشا میکنید. سپاس که همیشه با ما هستید. روز خوب داشته باشید. من شما رو 3 صبح پس با خبرهای تازه منتظرم.